ادامه برنامه اخبار در ناحیه واسع معرفچیان از جریان آزمون و چرابینی‌ها بخشیده به سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی در دوام یک سال اخیر نتیجه گیری کرده بهترین ها را قدرشناسی نمودند. برای بلند برداشتن ذوق نورسان به هنر آموزی از جانب شعبه معرف ناحیه نقشه چرابینی‌ها تهیه گردیده در هر یک مؤسسه تعلیمی محفل‌ها دایر کرده می شود. گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 2 ناحیه واسع با ابتکار مسئولین شعبه معارف از جریان سلسله آزمون و چرابینی‌ها بخشیده به سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی در دوام یک سال اخیر نتیجه گیری کرده شد. در این تدبیر خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی دهات مذکور نمونه هنر و مهارت خویش را پیشنهاد حاضرین گردانیدند. طور تاکید شد در اساس نقشه چرابینی شعبه معارف و مرکز تحصیلات لغوی در بین خوانندگان آزمون دستان ماهر هنر مایه افتخار کدبانوی بهترین طبیعت دوستان نورس و یک قطار محفل و چرابینی‌ها برای صیقل هنر و مهارت نورسان تشکیل و گذرانیده شد که در این زمینه شرایط آموزش مشغولیت تکنولوژی مهنت نیز خیلی بهتر گردید. برای چنین توجه نسبت به تربیت هنرآموزی شاگردان و باز هم بلند برداشتن ذوق نورسان به هنرهای مردمی از جانب شعبه معارف آموزگاران و خوانندگان با سپاسنامه قدرشناسی کرده شد. چنین چرابینی‌ها در دیگر جماعت‌های دهات ناحیه نیز با اشتراک دایره زیاد خوانندگان که در دور منطقوی جای‌های افتخاری را نایل گردیدند گذرانیده شده بهترین ها قدرشناسی کرده می‌شوند. در این تدبیر مسئولین اوید به بهتر شدن شرایط کار تعلیم و تربیت سخن رانده ابراز داشتند که در جماعت دهات میرعلی محمدعلیف امروز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد مکتب رقم 2 ساختمان 2 بنای نو سیمخانه‌های لوگی، بنیاد بنای نو مکتب رقم 15 و از جانب صاحبکار میرزاعلیف ساختمان یک مؤسسه نو تعلیمی ادامه دارد که انشاءات مذکور سال روان بخشیده به استقبال جشن 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تامین شرایط معاصر تعلیمی مورد استفاده قرار داده می‌شود. امسال در ناحیه آغاز ساختمان باز یک چند مؤسسه تعلیمی نو نیز به نقشه گرفته شده است که باید در دوام 2 سال پیش آمد بنیاد کرده شوند.